سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. آذر ماه 1402 هستش. لطفاً قبل شنیدن وایس سابسکرایب کنید و با هم دیگه دنباله کتاب رو گوش میدیم. به نام خدا. بعد از چند جلسه خسته کننده زنگ تلفن محرمانه اتاقش به صدا درآمد. میدانست فقط عزیزترین کسانش شماره محرمانش را دارند و در چنین موقعیتی هر که بود بهتر از تحمل چنان وضع خسته کننده ناگواری بود. با این حال آرزو میکرد سوران باشد. همین بود که تا صدای زیبا را شنید پکر شد. میدانست همان لحظه مارگریتا کنار دخترش ایستاده است و دارد حرفهایش را گوش میکند. زیبا کوچولو برایش شیرین زبانی کرد. یادش آورد خانواده‌ای دارد و هنوز تعهدی و کانون خانواده کوچکش در آستانه فروپاشی است. حال و احوال معمولی و ابراز دلتنگی دو سویه که تمام شد، گوشی را گذاشت. به طرف پنجره رفت. پرده را کنار زد و باغ فرمانداری را زیر نظر گرفت که داشت آرام آرام سپید میشد. فکر کرد رشته‌های پنبه دارد از آسمان فرو می‌ریزد. میدانست سردی هوا آنقدر پایدار نیست که مثل کودکی‌هایش کوچه‌های سیلغاز پر از تونل‌های برفی شود. برف می‌آمد و نیامده آب می‌شد. و خستوان کلافه به این صحنه نگاه می‌کرد و رو ترش می‌کرد و نمی‌فهمید سپنتا چطور از چنین صحنه‌هایی لذت می‌برد. دوباره صدای زنگ تلفن محرمانش بلند شد. برگشت و با این امید که سوران باشد گوشی را برداشت و به گوشش چسباند. الو؟ با چنان نازی که همه غم‌هایش را فراموش کرد. جان دلم. جان گرفت. با دومین جمله گوشی را عقب برد. می‌ترسید از گرمای صدای سوران بسوزد. در جواب جمله بعدیش گفت بی‌حیا و خندید و گفت پشت تلفن لوندی نکن. حرفی شنید که سرخ شد، داغ کرد. حرارت از تنش بیرون زد. آه زن، یعنی این ماه طلا. با همین یکی دو جمله کاری کردی که مارگریتای همه سال نتونسته انجام بده. چهارمین جمله سوران از این رو به آن رویش کرد. داغی تنش را گرفت و مهر خودش را این بار بی‌چاشنی شهوت به دل خستوان نشاند. آهنگ صدایش حال خستوان را خوش کرد. سوران همیشه تفاوت خودش را با زنهای دیگر اینطور به رخ می‌کشید. تفاوت خودش با مارگریتا را. با زنی که از همان اول مثل ماشین به خستوان بی احساس بود و به قول خستوان مثل سگ شامه قوی داشت. از همان وقت که حس کرد در آپارتمان زنی دیگر با ضربه آشنای دست خستوان باز می شود. در اتاقش را به روی شوهرش بست. صبر داشته باش. به زودی رسما جای مارگریتا رو سوران رو با هم عوض می کنی. زودتر از اینا باز این کار رو می کردی. از همون اولین روزی که مارگریتا روح وحشیش رو ازت دریغ کرد باید چنین زاریاتی رو پیش بینی کرده بودی. این زن خارجی ککمکی یبس آروم کجا میتونه روح ناآروم و جاه طلبی خاص تو رو بفهمه؟ کجا میتونه موقعیت خانوادگی تو مراعات کنه؟ اون که دلش با شعر آروم میگیره صدای درنگی سکه های طلا رو کجا میفهمه؟ نمیشنافه. اصلا گوشش عادت نداره. زنی که دلش به گردنبند خرمهره‌ای عجق وجق خوشه اصالت خانوادگی رو کجا میفهمه؟ تو لایق زنی مثل سورانی، کسی که روحش مالت باشه. از همون نگاه اول که دیدمش دلم هر ریخت پایین. فکر میکردم این همونیه که میخواستم از اول دنیا، کسی که میتونه آرومم کنه. اصرار داشت شکایتشو شخصا به مسئول دفتر بازرسی وزارت کشور یعنی جاوید خستوان بده. شکایتی که خودش میدونست ارتباطی با دفتر تحت مسئولیت من نداره. وارد اتاق ملاقات که شد نگاه چشمای عسلیش رو دوخت به چشمام و با ناز نشست. کف دست راستش رو زد زیر چونش و زل زد به صورتم. سوران پیشترا پیرمرد متمول زنباره‌ای رو تور زده بود و بعد از گرفتن مهریه هنگفتش طلاق گرفته بود. میدونست حق طلاق باز همیشه با زن باشه. با این حال تو رو نه با طمع مهریه که به خاطر آینده پدرش تور میزد.
تو در وضع و حالی بودی که دلت لک میزد واسه یه زن مثل اون، یه زن که بتونه همنشینت باشه، همدلت باشه، همراهت باشه، حرفاتو باش بزنی، خستگیتو باش درک کنی. سوران شد همسر محرمانه دومت. با اینکه از همون اول واسش روشن کردی که فقط یک زن رسمی واسه همه زندگی داری، این لوند زیاده خواه همیشه سهم بیشتری میخواست. همینه اگه در چنین موقعیتی زنگ میزنه و تو رو چنان غرق گفت و لف با خودش میکنه که نگرانی حرف زدن با زیبا رو فراموش میکنی. با اینکه سوران آتشی در وجودش شعله ور میکرد، هنوز هم نمیتوانست مانع ورود گاه و بیگاه مارگریتا به رویاهایش شود. بعد از پیرکان، مارگریتا تنها کسی بود که در مقابلش احساس شکست کرده بود و میخواست به او نشان بدهد که بالاخره زمانش رسیده است که این بار او در مقابلش کوتاه بیاید. در مقابل خستوان که در تمام زندگیش سر خم نکرده بود، که از لج پیرکان دل به درس و مشق نداده بود، کفر استادان موسیقیش را درآورده بود و دل داده بود به لحن سخن گفتن بازیگری که شنیدن صدایش کفر پیرکان را بالا می آورد. گفت و لف با سوران خستگی رو از تنت در میاره. دوباره میشی همون خستوانی که از لباده بلند و پوشید و راه افتاد و رفت میون مردم عادی. میخوای کیفت کوک شه؟ دستور میدی نقال رو به فرمانداری بیارن. در اتاق مدیر دفترت منتظره بی آنکه چیزی بدونه. به او گفتن به دستور شخص فرماندار احضار شده. در خیال او فرماندار هنوز میرزمانه. اینه که وقتی تو رو میبینه که داری از اتاق فرمانداری بیرون میای و دستتو به علامت دوستی جلوش دراز میکنی، به جای بالا آوردن دستش ظلم میزنه تو چشات. بعد که احترامات فائقه مدیر دفترتو میبینه، تازه از جاش بلند میشه. باور نمیکنم. هرچند میدانستم تو آدمی نیستی که نشان میدادی. نقال خندید. سبیل ستبرش پهن شد توی صورتش. چشمهای خواب زدهش ریزتر شد. تو واقعا خود اونی؟ خودش؟ باور نمی کنی؟ خستوان به اتاق هدایتش کرد و داستان مأموریت محرمانش را تعریف کرد. قرار گذاشتن همدیگر را یاری دهند. نقال از خستوان می‌خواهد شب را به خانه باز بروند. پیش از آن باید ساعتی را در قهوه‌خانه سر می‌کردند. نقال که رفت، خستوان سر ساعت مقرر سپندها را صدا زد و با او در هیبت آدم‌های عادی به قهوه‌خانه رفتند. وقتی نقال نقلش را تمام کرد و آمد سر میز دوستان تازه‌اش نشست، خستوان سر گذاشت بیخ گوشش و گفت: میخوای خودمو معرفی کنم تا؟ لب‌های تیره نقال جنبید و در آن حال نگاه چشم‌های نیمه بسته‌اش را در گودی چشم‌هایش چرخاند. خستوان دزدانه مشتری‌های قهوه‌خانه را از نظر گذراند. همه به کار خود بودند. پچ‌پچ مشتری‌ها در صدای چقچق استکان‌ها می‌پیچید. زنگ صدای نقال دوباره بلند شد. دست مریزاد. و بعد پک عمیقی از سیگارش گرفت و دودش را حلقه فرستاد بالای سرش. خستوان نگاهش را از دود گرفت و به چهره مشتری‌ها انداخت. در دستها نخ‌های سیگار و استکان‌های چای و نی‌های قلیان بود و دود غلیظ سیگار و قلیان مثل لایه ابر بالای قهوه‌خانه را گرفته بود و پچ‌پچه مشتری‌ها یک آن قطع نمی‌شد. خستوان گوشش را از صدای مشتری‌ها و چشمش را از فضای دودآلود بالای سرشان گرفت و با اشاره چشم‌هایش سپندها را از جا کند. نقال هم بلند شد. خستوان به سپندها گفت اسکناسی حواله کاسه پای در کند و خودش شانه به شانه نقال از قهوه‌خانه با هیاهوی قلقل قلیان‌ها و پچ‌پچ مشتری‌ها بیرون زد. آسمان ابری بود و فضا خاکستری. نرم بارانی میبارید که با حس نشاط‌آور تازه وجود خستوان همخوانی داشت. انگشت‌های نقال میان پنجه خستوان قفل شد. خستوان چندشش شد، اما میدانست که این مرد برای انتخابات آینده به دردش میخورد. سپنتا سرش را رو به آسمان گرفت تا قطره‌های ریز باران به صورتش بخورد. حال خوش او به نقال هم سرایت کرد. نقال هم سرش را رو به آسمان گرفت و نفسی عمیق کشید و بعد برگشت و بوسه‌ای بر پیشانی خستوان زد. داری منو دوباره زنده می‌کنی.
خستوان از این حرف نقال هم عقش گرفت. به زحمت لبهایش لرزیدند. ممنون. گونه های نقال برجسته شدند. چشمانش درخشیدند. خون به پیشانی پریدرنگش دوید. از ته دل نالید: هو یا علی مدد. بعد دست کرد در جیب لباده بلند ارغوانی رنگش و دوباره نفسی عمیق کشید و گفت: داری به جسم نقال جون میبخشی. خستوان هاج و واج به نقال نگاه کرد. چیزی در آن چشمهای درشت که حالا پرخون شده بود خستوان را به خود مشغول میکرد. آن موهای لخت آویزان، پیشانی بلند، ابروهای کمانی پرپشت که خط سفیدی بر ابروی چپ داشت، بینی پهن و بزرگ، لبهای باریک و ریش و سبیل انبوه جوگندمی. هیبت منحصر به فردی به نقال بخشیده بود. هیبتی که خستوان را به تحسین وامی داشت. خستوانی که هیچ وقت به قول خودش تره هم برای چنین کسانی خرد نمی کرد. صدای مخملی نقال هم بیشتر به دل خستوان نشسته بود. صدایی که گویی از میان کوهی از خلط سینه بیرون میزد. خواب زده، غمگین و گرفته. سپهنتا از حالت خستوان تعجب کرد. میدانست دوستش هیچگاه کسی نبوده که ذهنش را درگیر چنین آدم‌هایی کند. میدانست برای این به قول خودش نجیب زاده با اصل و نسب هر کس تعریفی ساده داشته است. باید جایی به کارش می آمده تا وقتش را برایش بگذارد. آیا این یکی جذبه اش یقه خستوان را چسبیده بود یا گوش به ناخودآگاهش میداد که داشت همان موقع می گفت این نقال بیشتر از آنچه نشان میدهد در زندگی نقش آفرینی خواهد کرد. انتخابات، اون یارو شاهده. یکباره نگاه خستوان پرید طرف سپهنتا. زور زدی به؟ میدانست که سپهنتا از بی‌اعتنایی‌اش عذاب میکشد. با اینکه اطمینان داشت سپهنتا در همه سالهای دوستیشان دنبال منافع خودش بوده. سالها بود که هیچ چیز در زندگی خستوان نتوانسته بود جای همصحبتی با او را بگیرد. حتی سوران هم که آمد، حرفهای خستوان با سپهنتا تمام نشد. حالا هم با همه آن دلخوری که از سپهنتا داشت، دلش لک زده بود برای لحظه‌ای که با او از گروهبان و سربازش حرف بزند. از لحظه‌ای که در فرمانداری چشمشان به روی مبارک استوار روشن می‌شد. با تصور لحظه همصحبتی با سپهنتا خواست سر صحبت را باز کند که نتوانست. نباید اجازه بدی دیگه اون صمیمیت گذشته ما بینتون برقرار شه. این بی بوته بی اصل و نسب ذات خودش رو نشون داد. دوباره غرورتو لکه‌دار کرد. وقتی اون یالغوز نامرد کشید تو رودخونه فکر میکردی سپهنتا خودشو واسه نجاتت به آب میزنه که نزد. فکر میکردی لااقل از اینکه جون خودشو به خطر ننداخته شرمنده است که نبود. هنوز هم نیست. حیف خوبیایی که پدرت در حق خانواده اون کرد. بی بوته بی اصل و نسب. بر نگات کرد و گفت میدونی چرا بلد نیستم. حرفشو نمیفهمیدی. وقتی اینو گفت از به تو جذب کردی بکوبی تو اون دهن گالش و بش نهیب بزنی. مردک، این پدر من نبود که تو و مادرتو از میان اون آشغالا در آورد؟ این پیرکار جوانمرد نبود که میراث شما رو از حلقوم دایه‌های نامردت بیرون کشید و اون خونه دنگال رو واسهتون خرید؟ داری کم کم نگران میشی. تا حالا فکر میکردی به این نردبان دزدا این غول بیشا خودم میشه اطمینان کرد و ازش اندازه غلامان خونزاد توقع داشت، اما خوندن نظریهای چرت و پرت علوم اجتماعی هواییش کرده. مردمک چشمایش پرید. جایی و قفل شد روی خاطره‌ای. باد سرد، صدای ترمز ماشین، باز و بسته شدن در، فریاد، شلیک، فریاد دردآلود، فضای رعب‌آور و کنجکاوی. آرام دستش رفته بود طرف دستگیره در ماشین، بازش کرده بود و آهسته در را بسته بود. باد سرد خورده بود به پیشانی و چشمهایش. خواست برگردد که زجه مردی کشاندش جلو. از پشت شیشه مه‌آلود شبح پدر و راننده و محافظ پدرش را شناخت و زنی و پسری را. مهرا که پاک کرد و نرمی کنار پنجه‌هایش را خوابان روی شیشه سرد و سر گذاشت. میان انگشت‌هایش مردی افتاده بود کف قهوه‌خانه و استخوان شکسته ساعدش از پوست بیرون زده بود. پسرک سرش را بلند کرده بود و او را دیده بود و جاوید ترسیده بود و زود برگشته بود. خب دوستان عزیزم، بقیه کتاب رو میذاریم برای وایس بعد. مراقب مهربونیاتون باشید.